درود با شما دوستان گرامی مخلصان فوتبال. اینک دور سومی بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا شروع گردیدند و امروز یکی از بازی‌های نهایت جالب ما و شما رو انتظار است. گروه ای در جام آسیا در لیگ چمپیون‌ها دو دسته آسیای مرکزی و همچنین دو دسته غربی آسیا رو به هم آورده است. ما خوب می‌دونیم که امروز محض دسته‌های آسیای مرکزی پرسپولیس ایران و استقلال دوشنبه در شهر تهران و همچنین النصر با الدحیل در عربستان سعودی بازی‌های خود را برپا می‌کنند که به این بازی‌ها به دور حذفی می‌رود بسیار دشوار است. دسته‌های پرقوت‌ترین و گروه سنگین هم محض همین گروهی است که دسته استقلال چمپیون ما آنجا بازی می‌کند. این برنامه تا بازی است و ما درباره بازی امروزی پرسپولیس و همچنین استقلال دوشنبه از ورزشگاه آزادی شهر تهران به شما حرف خواهیم زد و آنها در آنجا هستند، اما ما در برنامه تابازی با ظاهر بابایف کارشناس فوتبال تاجیکستان و همچنین کارشناس فوتبال آسیا مربی شایسته تاجیکستان با من هستند. شما خیلی خوب میدونید که بحث‌های خیلی زیادی در باره بازی‌های تاجیکستان می‌گذرد و استقلال هم جزء از همین بازی‌های تاجیکستان هست که امروز شرف تاجیکستان را در مسابقه لیگ چمپیون‌های آسیا حمایت می‌کند و ما انتظار می‌شویم. اگر سال‌های پیشین این گونه نبود، ما هر لحظه انتظار می‌شویم که تا کی دوره سیوم می‌شود، دوره چهارم می‌شود، دوره پنجم، دوره ششم. یعنی استقلال برای هر یکی ما شادی و نشاط را در حقیقت به خاندانمون، به دلمون هم روشن کرد و خوش آمدید به برنامه ما. شروع میکنیم از همین مسئله. امروز بازی نهایت مهم است برای استقلال و هم پرسپولیس. بله عادل جان، شما درست قید کردید که گروه سنگین در حقیقت یک گروهی که با این گروه سنگین شامل شدن تیم دسته ما استقلال یک فخر ما باید کنیم. برای چی؟ برای که ببینید که چنین یک ستاره‌های فوتبال دنیا جمع شده است در تیم‌هایی که با ما بازی میکنند. همون النصر را گیریم، اگر با دیگه شب این روزا بازی را ما اگر همه گیریم 15 کرته چمپیون ایران پرسپولیس و 11 کرته چمپیون سرزمین ما استقلال، یعنی دو دسته فارس زمین، دو دسته که با فارسی حرف میزنن امروز چی مردم خرسند میکنن. درست گفتید دوستان گرامی، در حقیقت دسته پرسپولیس چمپیون 15 کرته لیگ برتر ایران می باشد. این دسته 10 مرتبه جای دوم رو اشغال کرده است، 6 مرتبه جام حذفی این کشور رو به دست آورده است و همچنین دسته پرسپولیس 3 مرتبه توانسته است که به فینال لیگ چمپیون ها برآید. اگر سال 1993 رو گوییم که اون وقت لیگ چمپیون نبود، بعداً دیگر باره این دسته سال 2018 و 2020 در فینال این لیگ بازی کرد و نتوانست عنوان رو به دست آورد. اما دسته هست که میتواند در قطار دسته‌های بهترین جهان شامل شود. در این باره ما هم یک تلویزیون ورزش یک برنامه پرسپولیس فیلمی رو پیشکش بینندگان کرد و شما معلومات دقیق هم گرفتید. بیاید با جدول این گروه توجه میکنیم. پیش از همه اینجا یگان دسته امکانیت با دور دیگر رفتن رو از دست داده است. النصر 6 امتیاز دارد، پرسپولیس که امروز با استقلال بازی میکند 3 امتیاز، الدحیل و استقلال 1 امتیازی دارند. اگر امروز استقلال ما غلبه کند و النصر در میدانش الدحیل رو شکست دهد، پس استقلال به جای دوم میبراید. کاش که نمیخواد شود. البته هواداران فوتبال و مخلصان فوتبال همین انتظار است. من همچون متخصص میتونم گفته که اگر ما بازی را تحلیل کنیم، بازی اولی استقلال با یکی از پرقوترین تیم آسیا گویم اگر النصر که با نام رونالدو بسیار مشهور شده است، استقلال یک تاکتیک بسیار درست علاوه جان گرفت، یعنی که از دیوار با کنتر اتاک موقع را محکم کرده و کنتر هجوم کردن. اگر ما همیشه بازی کنیم و همیشه که یکم توپ ما زنیم، باور کنید که اگر یکم توپ ما زنیم ما بازی بوی نمیتیم. بسیار خوب گفتند، یکم توپ رو ما باید به دروازه زنیم. اما بازی هایی که در حقیقت دو بازی که هم در دوشنبه بود الدحیل و هم بازی که با النصر در الریاض داشت، بسیار بازی زیبا بود. اما من نمیتونم با فکر شما راضی شوم، به کدام خاطر؟ به اون خاطر که ما در الریاض توانستیم که اولین شده حساب رو باز کنیم، با دروازه النصر گل زنیم. اما در آخر چی شد که ما با این حال افتادیم و 3 گل رو از دروازه ما گرفتیم؟ فکر میکنم که پیش از هم ما بسیار قوی بسیار صرف کردیم.
یعنی که گفتنی هستم که حریف در حقیقت از جهت جسمانی گیریم اگر پرزورتر بود و هر یک بازیگران احتیاطی که حریف ایواز میکرد تیمی النصر پرزور شدن میگرفت یعنی پرقوت میشد اما بازیگرایی که ما در حقیقت مهنت زیاد کردیم با چاکوی استقلال بازیگرای ما هر یک بازیگر که ما ایواز میکردیم بازیگرانی که از کرسی احتیاطی میدر اومدن بازی را پرقوت نمیکردن یعنی که ما بازیگران زیادی نداریم که با مانند بازیگران النصر باشد اما دوستان گرامی فراموش نکنید که اگر ما از النصر در سفر مغلوب شده باشیم پس پرسپولیس در همین ورزشگاه آزادی 100,000 نفره که امروز بازی برگزار میگردد از النصر با حساب 2-0 شکست خورد. بله همین بازی علیرضا ما تحلیل کردم همین خیلی گفتنی هستم که در حقیقت هم به هیجان داده شدن بازیگران پرسپولیس یعنی که بدن خود رونالدو یک رونالدو میتونست دقیقه اول یک دو گل زند خودش یعنی که همیشه به خطایا دفاع اگر همین روز پرسپولیس همیشه خطایا راه تیاد چقدر که با بازی النصر فکر میکنم که بچهای ما میتونن که دروازه حریف رخ نکنن میدونید قهرمان در بازی النصر کی بود؟ البته دروازه‌بان ما رستم یتیموف که حالا اینجا ببینید دروازه‌بان 25 ساله تاجیکستان در نیژنی نوگورود شروع کرد در استقلال 2017 اومد و باز برگشت به نیژنی نوگورود یگان بازی نکرد و 2018 الکی 76 بازی در حیاط استقلال کرد و شناخته هم شد. حالا در دسته منتخب تاجیکستان 34 بازی گذاشته است در دسته جوانی 23 ساله تاجیکستان هم بازی کرده بود اما من همین رو میگم که او قهرمان از آن خاطر شد که رونالدو با خشم اومد و در این باره الکی تمام رسانه ها گفته هستند و میلیون ها آدمان این لحظه رو تماشا کردند وقتی که کریستیانو رونالدو میآید با ما خواستیم این لحظه رو نشون دهیم اما بسیار نوشتجات زیادی بود از این رو ما از این خودداری کردیم و اومد گفت که تو قهرمانی حالا من با رستم یتیموف بعد برگشتنش با میخورم و در این باره خواهم پرسید که رونالدو با او چی گفت یعنی بسیار با خشم اومد چون که گل دادن دشوار بود بله گفتنی هستن که دروازه‌بان ما دروازه‌بان تیم ملی سرزمین ما و دروازه‌بان حریف هم امروز دروازه‌بان تیم ملی ایران است یعنی که امروز دو دروازه‌بان نشان میدن که کدام آنها بهتر است من بربوریا میخوام با یتیم و رستم میخوام که همون بازی که در قسم اول ما بازی کردیم چقدر که یتیم بسیار یک مهارت خوب نشان داد و گفتن که در این بازی که با کماد النصر ما کردیم ما همین یتیم برای دفاعگران یا که همه دست تیم دسته ما 200 میلیون علاوه جان 200 میلیون تماشابین بودن یعنی تیم ما رو ما تاجیکستان باید فخر کنیم با چنین کماند استقلال که 200 میلیون مردم ما را تماشا کنن برای چی گوید اگر برای چی که ببینید که ما 1-0 غلبه داشتیم بسیاری بعدی از 1-0 به حیرت موندن حتی مسی هم خرسند بود که تاجیکستان امروز غلبه کند کریستیانو رونالدو رو از خود برآوردیم و باید ببریم چون که این به سبب نیست ما الهلال از دسته النصر پرقوت‌تر رو هم مغلوب کرده بودیم و حساب 4-1 خودش دلیل اون بود که دسته استقلال تاجیکستان آسانگذار نیست و امروز هم از این دسته ما امید کلان داریم ما درباره رستم یتیموف گفتیم اما قهرمان دیگری که من میخوام درباره او هم گپ زدم این بیرانوند است این دروازه‌بان دسته منتخب ایران علیرضا بیرانوند از نفت تهران شروع کرد پرسپولیس بود 89 بازی گذرونید با رویال آنتورپ گذشت با اویشتا در اجاره بود باز آمد با پرسپولیس سال 2022 35 بازی گذروند بازیگری هست که با او افتخار نکردن ممکن نیست ایران هم جوانان هم نورسان و هم دسته منتخب ایران که 60 بازی گذرانیده است از او بسیار بهره بردند علیرضا بیرانوند دوستان گرامی در جام جهانی سال 2018 توانست که پنالتی رو از رونالدو بگیرد اما این رونالدویی که ما به شما میگوییم او در مقابل دسته الکی پرسپولیس پیروزی به دست آورد در حقیقت مهارتش ارزنده است و ما بازی دو دروازه‌بان بهترین آسیا را میگوییم خطایی نمیکنیم ببینید که این روز برای رستم فکر میکنم رستم میداند که امروز در حقیقت رقیبی او دروازه‌بان هیئت پرسپولیس دروازه‌بان تیم ملی است و فکر میکنم که ما شاهد آن میشیم که دو دروازه‌بان چند ضربه ها زده میشد البته و امروز کدام آنها بهترن اینا میبینیم هر دو گفتیم عضو دسته منتخب هم تاجیکستان و ایران هستند و بعدا ببینید که در حیاط دسته منتخب ایران باز دو نفر بازیگرانی هستند که در حیاط دسته منتخب ایران بازی میکنند این پیش از همه
туробӣ агар донед маҳз голе ки дар душанбе дар тоҷикистон зада шуда буд маҳз ҳамин туробӣ ба дарвозаи мо зад дар ин бора баъдан ҳарф мезанем бубаред ҳоло инҷо коргардони мо нишон медиҳад намун бозие ки мо дар даври ҳаштякниҳоии лиги чемпионҳо бозӣ карда будем ва яъне персеполис барои мо ҳарифи номаълум нест мо инҷо тавре бозӣ кардем ҷавонони мо тавре бозӣ карданд ки персеполис дар ҳайрат буд танҳо ин голе ки аз ҷониби меҳдӣ торемӣ зада шуд ғофилан буд ҳоло инҷо ҳамон голе ки ҳоло зада мешавад дӯстони гироми инҷо бибинед каме ҳам дарвозабони мо иштибоҳ кард ва инҷо ин тӯбро он вақт Левченко буд сармураббӣ ва ӯ гумон накард ки вақти асосӣ ба поён мерасад ва мо бояд бо нерӯи дигар бозӣ кунем ду тағйирот ворид кард ва дар натиҷа ҳамин тавр шуд ки футболбозони мо натавонистанд аммо зарбаҳои мо ҳам инҷо бисёр хатарнок буданд Манучер Сафаровро зарбаашро бубинед инчунин бозигарони ҷавони дигари мо ҳам буданд ки бисёр бозии хуб нишон доданд имрӯз ман аз бозигарони худам ҳаминро интизор ҳастам аммо ҳайат дигар шудааст бале шумо дуруст қайд кардед ҳайат ҳам дигар шудааст тимҳо ҳам дигара хуб медонанд фикр мекунам ки мураббиёи тими Истиқлол Игорь Черевченко ва ёваронош ҳамин бозиро бисёр тамошо карданд як хулосаи махсус ва як тактикаи дуруст низ мегиранд дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ гирифтани наворҳо аз нишасти матбуотӣ ҳам сармураббиёни дастаҳои персеполис ва ҳамчунин Истиқлоли Душанбе ва ҳам капитани дастаҳо ба мо муяссар нагардид бисёр душвортар аст чунки видеоҳо то ба мо нарасиданд вале дар нишасти матбуотӣ ҳоло Игорь Черевченко бибинед чӣ гуфтааст бисёр бозии душворро бо персеполис интизорем зеро барои ҳар даста имтиёзҳо заруранд баъди бозӣ дар бораи рафти он хоҳем гуфт қудрати персеполисро хуб медонем дастаи хеле пурқуввате аст дар ҳайаташ мисли дигар дастаҳо ситораҳо надорад аммо корозмуда ва бозиаш такмилёфта мебошад дар ҳама хатҳо мушкилӣ надорад медонад ки дар майдон худро чӣ гуна нишон диҳад ин суханҳои Игорь Черевченко буд аммо инҷо Яҳьё Гулмуҳаммадӣ чӣ гуфт пеш аз ҳама тими Истиқлоли Тоҷикистонро хушомадед мегӯям хушҳолам ки мизбони ин тими хуб ҳастем яъне Эрон баъди бозии аввале ки мо доштем аллакай бо мо ҳамин гуна мегӯяд ки мизбони ин тими хуб ҳастем бояд бидонем фардо бозии роҳате нахоҳем дошт ҳарифамон тими қобили эҳтиром аст ва бозии дифоии худашро дорад ба ин бозӣ омодагии хуб дидаем ва ҳаракат мекунем ки рафти бозиро идора кунем умедворам бозии хубе анҷом медиҳем ва соҳиби се имтиёз гардида мухлисонро шод мегардонем чаро Черевченко нагуфт ки соҳиби се имтиёз мешавем фикр мекунам ки дар ҳақиқат ҳар ду мураббӣ ҳам вақте гирем як ҳамдигара бо як тарс бо як бозие ки мисол гирем ки ино бозии охироне ки Персеполис дар сафар ғалаба кард Игорь Черевченко ин бозиро фикр мекунам ки як чанд морабиа таҳлил карданд ва дар ҳаяҷон ҳам ҳастанд ҳамин тағйир агар Алиризо аст Алиризои Бейраван ки нав дар бураш гуфтем бале сармураббии тими агар Персеполис гирем агар бисёр оғои Яҳьё Гулмуҳаммадӣ ки як футболбози бисёр бузурги Эрон буд банда дидааст бозишам дидем аз пешам гуфтанӣ ҳастанд ки он касам низ бинед ки меяд ки як хайрият ки дар майдони худ мо баромад дорем яъне ки он бозие ки бо тими Алнаср мо кардем ино ҳам дар тарсанд ва гуфтанӣ ҳастанд ки фикр мекунам 50 ба 50 гӯям хатоӣ намекунем ҳар ду даста метавонанд ки имрӯз ғалаба ба даст биёранд яъне ҳар ду даста мумкин ки ҳар ду даста бо як холӣ ҳамдигар гирифтагишонам розиам бошанд аммо бубинед ки Персеполис баъди он ки як бар сифр бар Аддуҳайл ғалаба ба даст овард баъдан Гулгӯҳарро шикаст дод боз як бозии дигар гузарон онҷо ғалаба кард яъне се бозии пайдарпайро бо ғалаба анҷом дод аммо Истиқлоли мо дар баробари Регартадаз як мусовӣ анҷом дод назари шумо чӣ гуна аст дар ин бора шояд аллакай барномаи 90 дақиқа ҳам манзури бинандагон шуда бошад ман фикр мекунам ки назари ман ҳамин аст ки яъне ки тими Истиқлол бо тими Регари Тадас фикр мекунам ки бисёр бозии хуб нишон надоданд барое ки як стратегия як ҷиҳати психологӣ ки ҳариф ҳамин бозиам мебинанд ҳарифҳо ва Истиқлол ки 2-0 шикаст дода буд тими Регара дар майдони худаш ва мусовиам барои Истиқлол ин ғалаба буд
بله من شما رو خوب فهمیدم چیز دیگر رو میخواهم از شما بپرسم شما مربی هستید بازیگرای دسته استقلال دوشنبه در بازی‌هایی که دسته منتخب تاجیکستان گذرانید شرکت نورزیدند این آیا با بازی که استقلال در لیگ چمپیون ها میگذراند تاثیرگذار هست فکر میکنم که بسیار مربی‌ها یا که مربیای تیم ملی همین برای چی که طلب نکردن برای اینکه بازی دوستانه هم گیم خطایی نمیکنن این یک بازی بود که این جام هر سال میشود و برای پرچمبرداری ملت برای که بازیگران یگون زخم نگیرن فکر میکنم که بازیگران احتیاط کردن و تمام هستیشون استقلال به همین بازی امروز شروع میکنن بسیار خوب بیاید حالا دوستان گرامی در حالی که وحدت حنانوف اینجا هست وحدت حنانوف ما امروز در بازی ما البته در دست حالا نداریم که کدام هیئت در میدان است و کی بازی میکند اما وحدت ما از بعدی همین بازی که پرسپولیس اینجا در واقعی‌های 8-1 نهایی در تاجیکستان بازی کرد و بازوری هم برآمد گوییم به دور این بعد تا فینال رفت و اونجا از دسته اولسان هوندای شکست خورد همونجا بازیگران ما هم منوچهر و هم وحدت حنانوف رو گرفت در حقیقت هر دو این بازیگر با همین مربی‌ها پیشنهاد اومدن و مخلصان فوتبال ایران پیشنهاد اومدن یعنی که بسیار مهارت خوب بچه‌های ما مهارت خوب نشون دادن میتونن و نشون هم دادن گفتن اصلا و بودن حنانوف ما یک آدم داریم در پرسپولیس یعنی شما درباره گفتین که ما یه مخابرات یعنی اون که بابا کمبودی‌های پرسپولیس رو میگه بله من یه گفتنی نیستم من فکر می‌کنم که حنانوف تمام هستش میتید برای تیم خودش و خوب است که حنانوف در تیم ملی ما است نه وابسته این فوتبال بازو تیم ملی ما بود رشد میتین یعنی که مردم زیادی ما وقتی که حنانوف بازی میکنه در پرسپولیس از پرسپولیس هم مخلصی میکنن لیکن این روز تمام جامعه ما در این سرزمین فقط با یک تیم استقلال و تاجیکستان شما فکر نمیکنید که قسم زیادی مربیان لیگ برتر ایران با این بازی میآیند تا که بازیگران تاجیکستانی رو ببینند و آنها رو به دستشون دعوت کنند فکر میکنم برای که هر یک بازی هم ما گیریم اگر در این جام قهرمانان هر یک بسیار اگنت ما میگیم یعنی بله اونایی که انتخاب کننده بازیگران خرید و فروش در کار دارن بازار است بازار بله بسیار خوب میشه که اگر بازیگران ما با خریدار شوند و از این ما برد میکنیم خوب بیاید برمیگردیم با وحدت و منوچهر که در هیئت پرسپولیس بودن در حقیقت کمی هم باشد نمیدونم این شما مربی کار کرده هستید و از شما پرسیدنی هستم که بعضی حالت‌های میشن که مثلا وحدت حنانوف در بسیار حالت خوبی ورزشی حالت خوبی تکنیکی قرار دارد اما در هیئت اساسی به میدان نمیآید یا خیلی کم به میدان او رو میبرند این چی سبب است این البته مشکلی داخلی خود کلوب ها هست یا که از مربی هم بستگی دارد این چی است چرا میبرند در مثلا اسمی پنجشنبه در ایران بود پسر شما هم شنیدیم با بویف در اونجا بود رفت یک گل زد و بعدا نشست و باز اومد یک چیز گفتنی هستن که مردم زیادی مخلصان در ایران در کنار نیستن یعنی که اونا میتونن چه فشار بیارن در با راهبران دسته یعنی که اونا میخوان که فوتبال بازی که دعوت کرده شود یعنی سرزمین ما را اونا قدر سطح فوتبالش پستر میشمرن در حقیقت اگر میگیریم ایران که هر سال هر یک 4 سال ما ببینیم که در جهان مشهور است و برای ما هم لازم است که دست به دست شویم و فوتبال مون پیش بریم که همینا ما رو فکر نکنه یعنی که ما هم باید قدممون رو شروع کنیم تیم اساسی مون تیم ملی در نظر دارم که ما هم باید که دانیم که کدام وقت ما چمپیونات جهان میبریم ما باید همین کارا کنیم اینا با همین نگاه کرده بازیگران ما کانتم با فشار که میبینم از چون که من خیلی من میدونم مثلا که بعد از گلزنی میشه که شما در کنار میگیرن یا که یا بازیگری که شما از تاجیکستان هستید دیگر از بلژیک است بلژیکی میدروید یا که از آفریقا است آفریقایی میدرورن یعنی که نو وابسته مثلا همه حنانوف ما گیریم یک سر ممکن که بالاتر هم باشه از بسیار بازیگران نه که وقتی که بازیگر دیگری خارجی هست اونا با او یا که بازیگر تیم ملی شونه
در هیئت بسیارتر بازی کند اون هر یک دقیقه حساب میکنن ما همینا نمیکنیم چون ما لگیانی را میبیاریم تیمای ما کدام تیمی نباشه استقلال روشن و دیگرش ما همینا فکر نمیکنیم که بازیگر محلی تیمی عضو دسته چی المپی باشد چی ملی باشد این بسیارتر بازی کنه ما باید آموزیم از ایرانیا از همزبان ما این بسیار خوب است که ما باید درباره ملت ما فکر کنیم درباره فوتبال سرزمین باید فکر کنیم خوب بیاید حالا یک لحظه بازی پرسپولیس رو با ادوهایل که با حساب 1-0 غلبه کرد پرسپولیس در سفر با همون توجه بکنیم با همون گلی که اینجا امید علی شاه زد ما الکی گفتیم که 3 نفر بازیگرای دسته پرسپولیس از دروازه‌بان سر کرده مهدی ترابی این هم عضو هست و پر علی گنجی هم عضو این دسته است اما در حیاتی دسته استقلالی ما تقریبا اگر خطا نکنم 10 نفر بازیگرانی که در حیاتی دسته منتخب تاجیکستان هستند و ما بوری اول با جام آسیا میرویم باز چیز دیگرش همین که الکی ما در ماه نوامبر شروع میکنیم بازی انتخابی جام جهانی سال 2026 چه تاثیر میگذارد این بازی فکر میکنم که من همین شما یک سخنرانی خوب گفتید نسبت همون لیگیانری که ما گفتیم پنجشنبه ایسونی پنجشنبه در من ایسونی پنجشنبه رو همچون متخصص یک فوتبال بازی شناخته حالا همون گلی که من گفتم فوتبال بازی دسته پرسپولیس نه اینجا حالا این فکر میکنم این بازی النصر است بله این بازی دیگری هست خب به هر نوع مهم نیست حالا ما چون سخن رو درباره گفتیم که اما لیگیانری که بازیگران ما تیم ملی ما درباره احسان پنجشنبه گپ زده استیم الان جان نگاه شما گوش کنید یعنی نگاه کنید همین روز احسان هم از تنی مثلا شریدین بوی که زخم گرفت و در هم کرسی احتیاطیش است هم از تنی سفر که بازیگر خیلی خوب است میتواند که در همین بازی بازیگر نشان دهد با کدام ساعت یعنی که میتواند بازیگر ما بازی کنه بسیار بردباریا میخوایم احسان ده میخوایم که همین احسان همین روز یک ضربه خوب هم دارد یک ضربه خوب کردی با گل نشان رسانم و این روز فقط من یک چیز میخوام که ما غلبه کنیم تشکر زیاد حالا باید یک دسترس شد حیاتی دسته ها از دیگر سامانه کنفرانس فوتبال آسیا نیست اما با دسترسی رستم یتیموف در دروازه است تبریزی اسلاموف ارتور کارتاشیان صادق جان قربانوف رومیش جلیلوف در خط محافظت هستند ایوان نووسلس خوب اینجا بگانویچ علیشر جلیلوف احسان پنجشنبه سنین سیبای و امادونی کمالوف در حیاتی دسته تاجیکستان هستند استقلالی ما اما حیاتی که با النصر بود بله اما حیاتی که با النصر بود و با ادوهایل بود اینجا تغییرات می شود عوض میکند اما در حیاتی دسته ببینید یک لحظه اینجا پرسپولیس علیرضا بیرانوند علی نعمتی حسین آنیزادگان دانیار اسماعیلی فر وحدت حنونوف وحدت حنون در بازی است ببینید دوستان گرامی وقتا خیلی خرسند شدم که من اینجا وحدت حنونوف رو میبینم نه که گفتم که او کم به میدان میاد اما اینجا یحیی گل محمدی مخصوص این بازیگر ما رو به اینجا آورد زیرا که زیر نظر مربی دسته منتخب تاجیکستان هم هست مسعود ریگی سروش رفاعی سعید صادقی گیورگی گویلاسیانی این همیشه در بازی است محمد عمری و شهاب زاهدی اینجا میبینم که هر دو لگیانری که مسئول‌ها یکدیگر رو عوض میکردند در میدان هستند با این حیاتی که حالا گفتیم شما لکای کوریده گفتید تعریف کردید چی گویم تاکتیکا یا عنصرهای اسلوب‌های فنی رو اینجا چریفچنکا در عمل تدبیر میکند چگونه بازی میکنید فکر میکنم که مربی‌ها همین از مربی بسیار چی وابستگی داره از تجربه مربی اصلا ما فقط در همین 90 دقیقه میگیم که قسم دوم قسم مربی یعنی که همون کمبودیایی که میشد کمبودیایی که در تیم است تیم تز همون تاکتیک میگه برای بچه‌ها میفهمونه و جای سختی سستی حریفه و همچنین جای سستی خودمون میگن و فکر میکنم که هر دو دسته هم امروز از مربی‌ها بسیار چی وابستگی دارد که چه مربی‌ها کدام تاکتیک میمونن و کدام اسلوب یعنی که ما میگیم که رقم اول رقم این فشار است ما رقم دو باز دفاع
از نصر با کنتر هجوم ها یعنی موقع رو محکم کرده میشد فقط جاها ایواز کرده میشن جاها رو محکم کرده میگیریم یعنی هنگامی که ما توپ فشار میگیریم کنتر هجوم سر میشه این هم بسیار خوب است که ما گل هم زدیم یک با 0 غلبه کردیم لیکن فکر میکنم در این بازی این کم است برای 3 گل گرفتن باید که ما چیکار کنیم کم فشار کنیم ما فکر میکنم که مربی‌ها امروز بار دیگر مهارتشون نشون میدن اینجا حالا درباره استقلال صحبتمون رو به انجام میرسونیم استقلال غلبه میکند مساوی میکند یا باخت ما فکر میکنم استقلال باید امروز بازی بوی نمیتونه مساوی هم بله دوستان گرامی طوری من با شما گفتم البته در گروه ای باز یک بازی دیگر گفتم دسته‌های عربی هستند النصر با الدوحیل بازی دارند و حالا اینجا من میبینم که این دسته‌ها هم بعد این بازی ما به میدان میآیند و هر دوی این دسته‌ها 6 بازی با هم گذراندند 2 بازیشون مساوی انجام یافته است 2 بازی به نفع النصر و 2 بازی دیگر به نفع الدوحیل اما الدوحیل اینجا شماره گل‌هایش 7-11 است 11 گل به دروازه النصر زده است و از 7 گل از دروازه‌اش گرفته است و 2 بازیشون مساوی 1-1 انجام یافتند یعنی این النصر که امروز هست این النصر توانا نبود میانه بود اما در قطار الهلال دسته بهترین بود این بازی رو چی میگید النصر یا که الدوحیل کی غلبه میکند النصر فکر میکنم که النصر دیگر نمیتید خالهای خودشه برای که چنین یک ستاره فوتبال اینجا پیش از همه سرپرستای زیاد رکلام خیلی زیاد دنیا میبینیم که این روز این دو دسته را چند میلیون تماشا میکنیم فکر میکنم که آن چیزی که استقلال کرد با از نصر 200 میلیون فکر میکنم نمیشد امروز ولی دوستان گرامی در حقیقت بعد اومدن ستاره های فوتبال جهان با آسیا سطحی اگر فوتبال حالا بالا میرفته باشد پس از نگاه تماشا مخلصان خیلی زیاد شدن و امروز بازی های آسیا رو تماشا میکنن فوتبال آسیا رو پسندیدند و این بازی ها رو تماشا میکنن و فکر میکنم که با پرسپولیس هم که یکی از دسته های از همه سرمخلص‌ترین یکی از دسته های در آسیا در خارج کشور هم بازیش رو بسیار تماشا میکرده این پرسپولیس است و ما و شما هم در قطار آن مخلصان به دسته استقلال مخلصی میکنیم و پرسپولیس رو هم بازیش رو تماشا میکنیم چون به من میگن که وقتی به ما جدا شده اینجا به پایان میرسد تشکر میگم که شما به برنامه ما اومدید ما برنامه بعدی بازی نداریم زیرا بعد این بازی یک بار بازی دوم از گروه ای سر میشه طوری گفتم نصر و الدوحیل از همین خاطر درباره این بازی پگاه در برنامه فوتبال آسیا خواهیم گفت حالا باشد اینجا به پایان برنامه ما میرسیم به شما هم تشکر که ما رو گوش کردید شنیدید و اون چیزی که ما میخواستیم به دل شما هم جو شد با امید اون که استقلال دوشنبه امروز به غلبه نایل میشود برنامه پیش از بازی یا خود تا بازی رو به پایان میرسونیم بیاید یک جویا با استقلال مخلصی میکنیم استقلالی که باز النصر و پرسپولیس رو در شهر دوشنبه قبول میکنه هر تا بازی دوستان گرامی شاد و پیروز باشید